یهو حالش بد میشه. این ویدیو رفقا واقعا ویدیوی خفنیه. من اول میذارم ویدیوهای خفنو که همه ببینن. حالش داره بد میشه، میفته میمیره، تموم میکنه. نگاه کنید روح از بدنش داره جدا میشه. اینو دوربین مداربسته گرفته. روح از بدنش جدا میشه. شوهره میاد بالا سرش، دیگه مرده. روز بعدش دختره نمیدونه مامانش مرده، فکر کرده مثلا تو بیمارستانه. روز بعدش مادره، این خیلی عجیبه، مادره میاد با بچهش بازی میکنه. این ویدیو معروف شده به مادری که از بهشت برگشته. نگاه کنید با بچه داره بازی میکنه، داره قشنگ با بچهش بازی میکنه. بچه انگار داره میبینتش، بهش میگه بیا عروسکمو بگیر. داره گریه میکنه بچه انگار. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. میبینی توپو میخواد بهش بده. این تمامش از دوربین مداربسته جلوی خونه گرفته شده. نمیدونم رستوران خونه از چیه. توپو نگاه کنید. دیدید یه چیز سفید وایستاده بود اونجا. از بهشت برگشته داره با بچه کوچیکش بازی میکنه. واقعا باور نکردنیه این ویدیو. دیگه اینو نمیشه گفت فیکه، قشنگ داره با بچهش بازی میکنه. البته من هیچ وقت اصراری ندارم بر اینکه همه ویدیوهایی که میذارم واقعیه. میتونه خیلیاشم فیک باشه، من که اونجا نیستم ببینم، ولی خب سعی میکنم اونایی که به واقعیت نزدیک‌تره رو براتون بذارم.